کسی که نماز نمیخونه و میگه که من مسلمان هستم اشتباه میکنه. بی نماز مسلمان نیست. یک نفر که تو خدای جنگی باشه، یعنی اسلام یعنی آشتی. اول آشتی با الله، دوم آشتی با خلق الله. اول آشتی با کی؟ خب الله که 5 وقت گپ میخوای بزنه و تو نمیخوای گپ بزنی، آیا مسلمان است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس پنجم کورس عقیده. عقیده در قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فصل دوم است. عنوانش است شناخت دین، ایمان و اسلام. برادرای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت اصطلاحات اسلامی بسیار برای یک مسلمان مهم است. امیل شاید بعضی کسا باشه بگه تعریف دین چی فایده داره که برای ما میکنی، یا تعریف اسلام چی فایده داره، ایمان یا رخ ما میفهمیم. نه، تو نگوی. اینال خودت بعد از که من تعریف دین گفتم برات میفهمی که با فهم تعریف دین چقدر معلومات تو درباره دین قوی تر میشه. یکی است که خود آدم یک چیز را تصور میکنه، یکی است که با آیات قرآن و با حدیث نبی صلی الله علیه و سلم تشریح شده. اول دین در لغت. چرا وقتی که دین در لغت تعریف میکنیم؟ به خاطر ازی که وقتی که دین استعمال میشه در لغت و در اصطلاح، این مفاهیم باید در وجود تو باشه که تو میگی من دیندار هستم. اگر نباشه باز تو متدین گفته نمیتونی خدا. دین در لغت به چند معنا میه. اول معنایش به معنای جزا و پاداش است. دین به معنای چی است؟ جزا و پاداش است. میگم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین چرا میگه؟ میگه مالک روز جزا. چرا روز قیامت روز دین میگن؟ روز قیامت چرا روز دین میگن؟ به خاطر که روز قیامت روز دینداراست. بیدینا در بدر است. روز قیامت چرا روز دین میگن؟ به خاطر ازی که روز قیامت روز دینداراست. انسان‌های بیدین در روز قیامت وضعیتشان خراب است. از این خاطر مالک یوم الدین. خب دین به معنای چی شد؟ به معنای جزا و پاداش. یک ضرب المثل عربی است، میگه کما تدین و تدان. اونمو قسم که معامله میکنی که مردم در دنیا، اونمو قسم جزا و پاداش داده میشه. اگر یک شاعر عربی چی میگه؟ میگه و من لا یتقی الشتم یشتم. میگه کسی اگر از دشنام دادن خود وقایه نمیکنه حتما دشنام میشنوه. اگر سرمعلم مکتب برای شاگرد دشنام داد، 1000 شاگرد داره، حتما 1000 شاگرد یک شاگرد پیدا میشه که پس خودش دشنام میده. پدری که دشنام میده دیگه از اولاد خود دشنام میشنوه. مادری که دشنام میده دیگه از اولاد خود دشنام میشنوه. شما این رو تجربه کرده باش. پس یکی از کما تدین و تدان. دومی معنای دین به معنای حساب است. مالک یوم الدین، مالک یوم الحساب. این قسم هم تفسیر میشه. پس یوم الدین که میگه خود دین به معنای حساب است. یعنی در دین هر چیز محاسبه میشه. لباست محاسبه میشه، ریشت محاسبه میشه، کلمه گپ وقتی که میزنی محاسبه میشه، اخلاقت محاسبه میشه، اعتقادت محاسبه میشه.
لحظاتی که در مسجد تیر کردی این هم محاسبه میشه و لحظاتی که در سینما تیر کردی او هم محاسبه میشه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سیکون میگن اگر کسی به اندازه یک مثقال ذره یک عمل نیک هم کرده باشه او را میبینه و اگر عمل زشت هم کرده باشه او را میبینه. دیدن چی معنی؟ معنیش است که یک کمره الهی بالا سر تو گذاشته شده، حساب است. چرا دین حساب میگه؟ به خاطر ازی که آن چی که در زندگی میکنی یک زیر در روز قیامت حساب میتی. الله عفو ما کنه، الله ببخشه ما را. همیشه دعا کنیم بگین یا رب العالمین رسوای ما نکنی در روز قیامت. فیلم ما را پروردگار در روز قیامت نشر نکنی. چرا که انسان بسیاری وقتی که تنها میشه اشتباهات از پیش انسان میشه که انسان پیش الله بسیار رسواست. پس میگه تو ذات استی که در قرآن ستیر، در قرآن و سنت یکی از صفات الله بسیار ستر کننده آمده، ستار نامده، ستیر آمده. پس پروردگار تو خود ذات ستیر هستی، بسیار ستر کننده هستی. الهی پروردگار ما را نشرمان در روز قیامت. همیشه انسان این دعا را بکنه و پروردگار تو عفو کن. پس دین به معنای چی هست؟ به معنای حساب است. حضرت ابی یعلی شداد ابن اوس رضی الله عنه میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت، این حدیث 1000 جلد اول صفحه 187 است، کتاب المستدرک علی الصحیحین. المستدرک علی الصحیحین یک کتاب است، حاکم نیسابوری این تالیف کرده. احادیثی که با شروط صحیح بخاری و صحیح مسلم بوده لکن اونا او را تخریج نکردن، بازی در کتاب خود گذاشته. باز گفته که چی است؟ گفته که صحیح علی شرط البخاری. در این حدیث چی میگه؟ میگه رسول الله هم گفت که الکیس من دان نفسه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله آدم هوشیار کیره؟ ببین یکی هوشیار پیش ما و شما هست که ما و شما فکر میکنیم یک نفر خوب یک بلند منزل داره، این بسیار هوشیار است. یک کس میگه یک کس موتور 2010 سوار میشه، خوب هوشیار است و نتانسته پیسه پیدا کنه در موتور. یک کس دیگه میگه والا هوشیار کسی است، خدا در چوکی بالا وزارت رسانده، ریاست رسانده. لکن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم انسان بسیار هوشیار و زیرک چه قسم معرفی میکنه؟ یعنی تعریفی که پیغمبر کرده او تعریفی بسیار دقیق است. او تعریفی که ما و شما فکر میکنیم این تعریف دقیق نیست. نبی اکرم صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه الکیس. کیس چی رو میگن؟ انسان بسیار هوشیار، زیرک، با فهم، با فرهنگ، یا انسان خوب روشن فکر. رسول اکرم روشن فکر چه قسم معرفی میکنه؟ هوشیار زیرک چه قسم معرفی میکنه؟ میگه الکیس من دان نفسه. میگه هوشیار و زیرک روشن فکر کسی است که خود محاسبه بکنه، خودش قلم بگیره. ببین شما همین هوشیاری را کی کرده؟ حداقل مثلا همین دما یک مرتبه کتابچه و قلم بگیری همین اعمال خودن. یا مثلا صحابه کرام عادت داشتن وقتی که خفتن به سر خواب میرفتن، همین از صبح که از خواب خیستن تا وقت استراحت محاسبه میکردن. سر من نماز صبح فرض بود که باید میخواندم، خواندیم. وضو سرم فرض بود که باید میکردم، کردیم به نماز صبح. تلاوت قرآن بعد از نماز لازم بود که باید من تلاوت میکردم. یک آیت، 2 آیت یا 5 آیت حداقل تلاوت کردیم. یک چیز از دین میآموختم. تسبیحات بعد از نماز صبح تا آفتاب برآمد باید من خواب نمیکردم. آیا ما کردیم؟ چرا نکردیم؟
پس خودم محاسبه میکردم که چرا من نکردم. مثلا من چرا صبحکی من از پس خواب بود؟ به خاطر از اینکه مشاو زیاد پیش تلویزیون شیشته بودم، پس باید پیش تلویزیون نشینم تا که ما بتونم بعد از نماز صبح. بسیاری کسا از خوب خود شیخ میگیرن، لکن همیشه بعد از نماز صبح تا آفتاب برآمد در خواب هستن و این در بعض فامیلا بیخی عادت است و این یک عادت است مخالف اسلام است، عادت زشت است بسیار. وقتی است که خواب وقت ناروا هست از بعد از نماز صبح تا آفتاب برآمد، خواب وقت درست نیست. ولی بعضی کسا بیخی عادت شدن، به خاطر چی عادت شده؟ خوب خود شیخ میگیره، خوب خود با تقوا میگیرن، لکن متاسفانه این تقوا بدل خود است، متقی بدل خود است، تقواش بدل خودش است. یک روز خودم محاسبه نکرده که چرا من عادتا بعد از نماز صبح چرا به جماعت نمیرم؟ چرا به نماز جماعت نمیرم؟ چرا نرفتیم؟ از این خاطر میگن صحابه کرام الکیس و شاگردای مکتب نبوت بودن، یا از پیغمبر صلی الله علیه و وقتی که یک درس میگرفتن، یک تعریف را پیغمبر برشان میداد، فورا او رو عمل میکنن. از این خاطر میگن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رو در بعض روایت میگه والله اعلم چقدر صحیح است، میگن یک روز صبحکی حضرت عمر رضی الله عنه رو یک کسی بیدار کرد بخیر وقت نماز صبح داد. میگه حضرت عمر صاحب که خیست دست از زیر محکم گرفت، تو کی هستی که من از خواب بیدار کردید؟ من خود رو نمیشناسم، چطور در خانه ما داخل شدی؟ گفت خیلی بده باز برات میگم. علاج داد، گفت من شیطان هستم. گفت شیطان خانه خراب، تو خود دیگرها را اجازه نمیدی که نماز بخوانن، مرا چطور بر نماز بیدار کردی؟ درش گفت یا عمر من خود شیطان هستم، کار میکنم که مردم ضعیفتر عمل بکنن. دیروز نماز صبح تو قضا شد، آنقدر گریه کردی، آنقدر استغفار کردی، آنقدر توبه کردی که ملائکه به امر الله بر تو ثواب 100 نماز داد. به حساب فضیلت توبه که انسان یک اشتباه در حالی که یک کس را خو میبره، خب میگه سر کسی که خو است خب قلم از او برداشته شده. لکن صحابه کرام وقتی که خودم محاسبه میکردن میگه آنقدر در وقت محاسبه نفست خدا آنقدر گریه کردی و آنقدر عذر کردی و آنقدر به خاک سر تماندی و پیشانیت در روی خاک ماندی که بالاخره برای تو ثواب یک نماز نیست، ثواب 100 نماز جماعت برات نوشته شد. بالاخره من اومدم گفتم گمش که بیدارت کنم هم یک ثواب بگیری بست است. اینا اونا خود شاگردای مکتب نبوت بودن، خودم محاسبه میکردن. اینا ببین یک چیزی که زیاد در افغانستان رواج شده، این هم یکی از چالای شیطان است. یهود و نصارا و دشمنای اسلام و انگلیسایی که کار میکنن در بین مسلمان‌ها یک چیز رواج کردن که امیال خوب جوانای مسلمان وقت خودم ضایع میکنن، وقت ما رو ضایع میکنن و یکی از همین فریبای شیطان است. و چی است؟ اولین کسی که در جنت داخل میشه کیست؟ کل گپ سر اولین هاست. اولین کسی که جنازهش خوانده شده کیست؟ اولین کسی که در دوزخ میره کیست؟ اولین کسی که در جنت میره کیست؟ اولین کسی که کلی نمی سوالای بیجای آدم علیه السلام اولین بار در کجا سجده کرد؟ نکاح آدم علیه السلام کی بسته کرد؟ یک سوالایی که اصلا نام مادر موسی علیه السلام چی بود؟ نام مادر کلان حضرت عیسی علیه السلام چی بود؟ نام پدر کلان فلانی بود. یا ایسا که این کل چالای شیطان است، به خاطر ازی که تو معنای قل والله احد میفهمی، نمیخوای که معنای قل والله احد بفهمی. تو این سوالا مصروف هستی بالاخره یک وقت میشه که معنای احکام دین که سر تو فرض است گیر. مثلا من نام مادر موسی علیه السلام من نمیفهمم، نام شوهر اول بی خدیجه یا دومیش من نمیفهمم، والله نمیفهمم و نمیخوایم بفهمم. به خاطر اینکه که من در روز قیامت اگر کس نام از او نفهمه در دوزخ نمیره، اما کسی که توحید نفهمه خودش در شرکیات مبتلا است. لکن این سوالا را آورده. السلام علیکم استاد، خوب هستین؟ ساعتان خوب است. اگر زنگ کسی را جواب ندی باز میگه این استادا سوال داریم جواب نمیده، باز که ورداری استادمی اولین نفر که در دوزخ میره کیست؟ من گفتم شما هستین. چطور استاد؟ من به خاطر که تو خودت در چیزی مصروف کردی که تو رو در دوزخ میبره. پس ان شاء الله تعالی اولین کس امیدوار هستم که خودت در دوزخ بری، چرا که هم وقت خودت ضایع کردی هم وقت مرا ضایع کردی. غم خودم بگو که آیا من در جنت میرم یا نمیرم. من چطور کنم که خودم خود از دوزخ نجات بدم؟
خدا خود ما را نگاه کن از دوزخ. چی کنیم که اولین کس میره که گیریم که رو فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ رفت یا گیریم فرعون رفت یا مثلا اول شیطان رفت. رفتن آخه میرن. اول فهمیدنش برای ما چی مثلا چال شیطان است برادر محترم. چال شیطان، نیرنگ شیطان است. از این خاطر شما جوانای دعوتگر مسلمان، من خطابم به اون مردم ها نمیخواین یا کسی هست نمیخواد دین بفهمه، یا به حساب حسادت یا عقده یا فلانی یا چطورکایی، والله گیریم که یک کسی یک اشتباه کرد. یک کسی میگه والا مرا یک وقتی یک مولوی صاحب یک گپ زشت داد، من دیگه هیچ مسجد نمیرم. حالا مسجد خانه مولوی صاحب نیست که تو یک روز یک گپ زشت گفت. خانه خداوند است. خانه مولوی نرو، خانه خدا است. لکن شیطان از این طریق این چیز کرده. پس به هر صورت یکی از معنای دوم دین حساب است و نبی اکرم صلی الله علیه و آله گفته که الکیسو، اینجا کلمه دانه استعمال شده، دانه یدین و دینن. اینجا کلمه گفته الکیسو من دانه، یعنی من حاسبه یا محاسبه میکنه چی را؟ نفسه، شخص خود محاسبه میکنه. از صبح تا بشم قلم بر خود میگیره. والله یک روز اگر من براتون بگم وقتی که من اعمال خودم محاسبه کردم، این امیال شما 1000% از من رتبهتون بلند است. هر کدامتون امیال که من در مقابل شما درس میتم، یعنی به این یقین هستم که شما 1000 مرتبه رتبهتون از من بلندتر است. پس اگه آدم خودم محاسبه کنه و اشتباهات خودم محاسبه بکنه و گناههای خودم محاسبه بکنه و غلطی‌های خودم محاسبه بکنه، همه دنیا میفهمه که کلش از مکه، کل نمی مسلمان‌ها از مکه رتبهشون بلندتر است. اما ادناترین شما از مکه 1000 مرتبه بلندتر است. اونتان که شیخ هست و نام خدا ریشش خوب بسنت است و دیندار است و داعی هست و خود 2000 مرتبه. اما ادناترین چرا؟ اگر انسان خودم الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. دوم صفت انسان زیرکی که پیغمبر هم معرفیش کرده چی است؟ که عمل لما بعد الموت، برای ما بعد از مرگ خود عمل کرده. برای دنیا هر کس کار میکنه، برای دنیا خفه نشین. گوسفند هم کار میکنه، مرچه هم برای دنیای خود کار میکنه. این مرچه بیچاره 24 سال کنی به خاطر دنیا کار میکنه. پس اگر تو تنها برای دنیا کار کنی، فرق بین ما و مرچه چی هست؟ اگر من تنها برای دنیای خود کار کنم، همین حیوانات هم برای دنیای خود کار میکنن. صبحی از مبرای تا که پس یک چیز پیدا کنه بیاره به خانه خود برای چوچای خود بتن. پس فرق مسلمان واقعی و زیرک چی است؟ که برای دنیای خودم کار کنه. خب ولی عاجز، میگه خیلی آدم عاجز و بیعقل کی هست؟ ساده. ضد زیرک چی هست؟ ساده لو. دیگه او کی هست؟ عاجز است انسان. من اتبع نفسه هواها، کسی که خواهشات نفسی خودم مطابقت کرد. نفسش میگه سینما برو، نفسش میگه عاشق شو، نفسش میگه برو شراب بخو، نفسش میگه در درس دین چی میکنی میری، نفسش میگه چی میکنی در عروسی اسلامی میکنی، نفسش میگه که کت علما دشمنی داشته باش، نفسش میگه یگان چوکی پیدا کن، نفسش میگه برو کت خارجی ها پروتکل کو پیسه بده، نفسش میگه. پس این هوا و خواسته های نفس است. پس انسان عاجز و ضعیف کی هست که مطابقت از هوای نفس خود میکنه؟ و تمنى علی الله الامانی. باز صفت دوم انسان بدبخت چی هست؟ آدم جاهل و آدم ساده لو از یک طرف خواهشات نفسانی خود برآورده میسازه و از طرف دیگه باز میگه و تمنى علی الله الامانی، باز بالای خداوند بسیار تو آرزوهای قوی می داشته باشه. بیادر خدا لک بخش است. سگو و تمنى علی الله الامانی، باز چی میکنه؟ باز بسیار آرزوهای قوی بالای خداوند داره که برو نماز نخواندی پروا نداره، برو هرچی که کردی با سدگرو آشنا باش، با خدا باش. نیستمی کلش چیز که پیغمبر هم میگه ضرب المثل عصر جاهلیت است که در بین مسلمان ها مونده. با سدگرو آشنا باش، با خدا باش. چطور میتونی با سدگرو آشنا باشی و با خدا باشی؟ مثلا نمیال تو رفتی که 4 تا شرابی ها دمی راه رفتی، مثلا من نمیال 4 تا شرابی ها دمی راه روان، هر 4 بوتلای شراب دستش هست. من کشان آشنا هستم، چطور هستین؟ خوب هستین؟ درام کلی بیا استاد چی میکنی؟ چطور میتونم با خدا باشم؟ خود 4 تا شرابی هیچ که نشد. وقتی که خود برد در دانت یک بوتل شراب خالی، یک وقت بخیر میسی تو هم گنگ هستی.
چطور میتونی که با شرابی آشنا باشی با خدا باشی؟ چطور میتونی که با زناکار آشنا باشی و تو با خدا باشی؟ چطور میتونی با دزد آشنا باشی تو با خدا باشی؟ این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که والعاجز، عاجز چی است که خواهشات نفسانی خدا پیش میکنه و باز به الله چی میکنه؟ امیدهای زیاد می داشته باشه که لک بخش است. چطور است؟ در حالی که اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تابو محاسبه آمد. سومش معنای سومی دین به معنای طاعت. دین توه، عرب ها میگن دین توه و دین تو له، یعنی اطاعتش کردن. پس اطاعت الله در چی میشه ما که میگیم دیندار هستیم؟ اطاعت الله در قانون الله میشه، در نظام الله میشه، در سیاست الله میشه که سیاستی رو که برای ما چیز کردن، بیان کردن. دیگه معنای دین به معنای عادت و شان است. مثلا ما زال ذالک دینی، میگه والا تابال عادت من همین قسم است، عادت من قسم است. دیگه معنای دین به معنای قانون و نظام است. اینی بسیار مهم است برادرها که بسیاری کسا در این نقطه بازی خوردن. معنای دین به معنای نظام است، به معنای قانون است. هذا دیننا، وقتی که عرب ها میگه هذا دیننا، این دین ماست، یعنی این قانون ماست، این نظام ماست، این سیاست ما هست. از این خاطر وقتی که در آیت شریف میخوانیم که در قصه یوسف علیه السلام گفت که ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، میگه شایسته نیست که این برادر یوسف بعد عوض از برادر دیگهش بگیره. او برادر خودش ظرف بین امو گندم بود، برادرش گفتن این برادر خورد ما رو نگی، یکی از برادرای کلان بگی که این پدر ما زیاد دوست داره. اونا گفت نه نه نه، در دین ملک یعنی در نظام و سیاست ملک این نیست که کسی به عوض کسی دیگه گرفته شود. هر کس مسئولیت فردی، مسئولیت متعلق به اون شخص است. هر کسی که ظرف دمو بارش یافت شده او باید بندی شود. پس ببینید اینجا دین به معنای نظام است، به معنای قانون است، به معنای سیاست است. بسیاری از کسا را ما شما میشنویم که خوب دیندار است، متاسفانه میگه من خوب دیندار هستم، من به سیاست غرض ندارم. سبحان الله. ما بر شما روز هم گفتم که لا اله اله چی رو میگن؟ کسی که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. پس وقتی که تو در سیاست غرض نداری، تو با لا اله الا الله تکر داری. تو باید در سیاست دست داشته باشی که لا اله الا الله بر تو میگه باید قانون غیر الله را نفی کنی. ما نمازخوان هستم که یک بخش دین گرفته اله کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. ذاتش در عبادت ها عبادت میشه، قانونش در مملکت و در سیاست تطبیق میشه. پس وقتی که میگی من به سیاست غرض ندارم، یعنی معنیش است که نصف دین گرفتی و نصف دین دیگر را ترک کردی. آیا به بعضی کتاب ایمان آوردین؟ نمازش هم میخونی، روزش هم میگیری، حج میری، زکات میدی، خوب ریش شده مانده، خوب تسبیحات و ذکر میکنی و تکفرون به بعد به نظام سیاسی الله، به قانون الله تو کافر میشی. میگی قانون بان که دیگرها برای ما بسازه، سیاست دیگرها تطبیق بکنه، حکومت به دست دیگرها باشه. متاسفانه بسیاری کسایی که معنای کلمه و معنای دین، یکی از معنای دین چی است؟ نظام است، قانون است، سیاست است. پس وقتی تو کامل مسلمان میشی که سیاست مدار باشی. مسلمانی که سیاست مدار نبود او را الله دوست نداره. از این خاطر دشمنای اسلام معنای دین فهمیده. از این خاطر مسلمان را میگه چی میگه در غرب؟ میگه خوب نماز بخوانین، برین لوکسترین مسجد جور کنین در اروپا و امریکا.
اگه بری برای در غرب بگی که من میخوایم که یک مسجد کلان جور بکنم، میگه نو پرابلم. از این خاطر لوکسترین مسجدها در امریکا است، لوکسترین مسجدها در اروپا است. میگه نو پرابلم. بهش وزیر داخلیش برو، وزیر خارجیش برو، وزیر برو. ما این جای گرفته، میگه اوکی بفرما. نقطه دومی چی است؟ نقطه دومی چی است که پس در غرب اجازه هست که کسی مسجد بسازه، اجازه هست که روزه بگیری، حتی اگر شما ببینید بسیاری وقتا جورج بوش در زمان حکومت خود و اوباما در زمان حکومت خود در ماه مبارک رمضان برای مسلمانان افطاری میده، پس روزه هم اونا مخالفت ندارن، در حج هم مخالفت نداره. حاجی که مثلا از یک کشور اسلامی میره و حاجی که از اروپا و امریکا میره بسیار بر از اونا سهولت ها زیاد است. فقط اونجا در اینترنت برای شرکت میگه که من میخوایم که حج برم، خلاص و کارت کلش جور میشه. نماز، روزه، حج، بدعتها را تقویت هم میکنن. نوروز در ملل متحد داخل میکنن، چون تجلیل از نوروز سبب اختلاف بین مسلمان ها هست. تجلیل از میلاد النبی سبب اختلاف مسلمان ها هست و مسلمان ها تکه تکه میشن. یکی میگه پیغمبر صلی الله علیه و باید در کل سال زندگی پیغمبر صلی الله علیه و عملا تطبیق شه، یکی میگه نه، تنها در روزهای مولود دیگ مانده شوه، پلاو پخته شوه، 364 روز دیگه باز پیغمبر فراموش هم شد، خیر است. منتها دمی یک روز باید ما نشان بدیم، دمی یک روز سینما هم بسته باشه. سینمای پامیر هم در روز مولود نبی نشان میکنه و مناسبت مولود نبی ما مسلمان شدیم. امروز پیغمبر بر پیغمبر یک روز با 364 روز دیگه که او باز از خودشان است، او باز فیلم هست. پس ایناله در چی مخالفت میکنه؟ اگر مسلمانی درباره نظام اسلام، مسلمانایی که در غرب بگوین که ما میخوایم که خلافت اسلامی احیا شود، فوراً او دستگیر میشه و سر از او صدها علامه استفهام گذاشته میشه. مسلمانی که بگوید ما اسلام یعنی سیاست، اله کسی است که قانونش تطبیق میشه. در رأس سیاست اسلام پیغمبرها قرار داشته. تو چطور میگی من مسلمان هستم و با سیاست داخل ندارم و تو پیرو رسول الله صلی الله علیه و هستی؟ بر از این مسلمان میگه که تو پیرو ما بودی؟ بسیار کم عقل انسان بودی. من حکومت نساختم، من جبهه نداشتم، من در جهاد نمی رفتم، من قاضی نداشتم، من دیپلمات نداشتم، من سفیرها را روان نکردم. خیمه چی میکنم که تو مسلمان سیاست دست میداشتی؟ اله چی را میگه که خودت کلمه میخوانی که نیست هیچ کسی؟ پس سیاست قانون است، رول آف لا، حاکمیت قانون. پس تو حاکمیت قانونه. چه قسم تو در سیاست غرض نداری که دیگرها حکومت بگیره و تو تنها در نصف دین باشه؟ این از معنای چی فهمیده میشه؟ که یک روز این انسان معنای دین فکر نکرده، که قرآن نخوانده، که دین ملک یعنی سیاست و قانون نظام ملک، دین اسلام یعنی سیاست و قانون و نظام الله. آیا نظامی که الله روان میکنه فقط امی است که تو نماز بخوان و روزه بگی و حج برو فقط؟ زکات در کدام نظام تطبیق میکنی؟ زکاتی که آل میتن امی زکات اسلامی است؟ یا وظیفه نظام اسلامی است که زکات بگیرن و دولت اسلامی باید این زکات بگیره و این مؤسسات رو در راهش مصرف بکنه؟ پس ببینید که عدم فهم دین و باز شیطان آنقدر بعضی کسایی که این قسم گپا را میزنن آنقدر این از خود راضی ساخته که از کلی که خود دیندار میگیره. از علما کدام یا این خوب دیندار است، خیر است، ما بی سواد هستم، ما خود دیندار هستم، نه سعی که ما 5 وقت به نماز جماعت میرم، اما با سیاست ما غرض نداریم. معنی کلمه را نمیفهمه و در جلسه درس هم نمیشینه که معنی کلمه را بفهمه. از این خاطر برادرای عزیز اینی هست
حضرت قتاده چی میگه؟ میگه دین الملک قضاء الملک، یعنی در قضاوت پادشاه که در نظام سیاسیش چه قسم سیستم قضاییش است. صاحب جلالین چی میگه؟ میگه منظور از دین الملک حکم پادشاه مصر بود، حکمش است، حاکمیتش است. علامه قرطبی چی میگه؟ میگه دین پادشاه مصر یعنی سلطنت وی و مجاهد، سعی کلش مفسرین قرآن هستند. دین وی یعنی حکم وی، حاکمیتش. ابن کثیر چی میگه در تفسیر خود؟ میگه دین پادشاه مصر عبارت از حکم پادشاه مصر است. و دینته ادینه دینا، دیگه معنای دین بعد از دیگه معنای دین و معنای مالکیت و سیاست است. به معنای مالکیت و سیاست است. و دینته ادینه دینا سسته. در معاجم عربی چی خیلی ترجمه میکنن؟ دینته و ادینه دینا. لسان العرب ابن منظور یکی از علما هست، بسیار کتابش معتبر است. این وقتی که کلمات عربی رو ترجمه میکنه بسیار، حتی در ماستری و دکترا از کتاب از استفاده میشه. چی میگه؟ میگه که دینته ای سسته، یعنی سیاست نمودن. و دینته ملکته، مالکش شدم، قانون خود سرش تطبیق کردم. این دیگه از معنای چی است؟ که معنای دین به معنای سیاست و به معنای سلطنت و به معنای حکم روایی است. اینی بود کلش معنای دین. حالی که معنای دین فهمیدین و معنای لا اله الا الله را فهمیدین، آیا کدامتان جرأت میکنن میگن که ما به سیاست غرض نداریم؟ آیا میگه که سیاست جز اسلام نیست؟ وقتی که الله یک نظام روان بکنه، اون نظام سیاسی، اقتصادی، عبادی، اعتقادی، مالی، اجتماعی، تعلیمی، تربیوی، کل نظام ها ده او است. وقتی که میگه که من در سیاست غرض ندارم، من اقتصاد اسلامی را خوش ندارم، پس تو خود دین قبول نداری. چرا که دین یکی از معانی دین سیاست و نظام و قانون است. و کلمه لا اله الا الله مستقیما ارتباط با سیاست و نظام سیاسی دارن. معامل فعلا درسای نظام سیاسی رو ثبت میکنم، ان شاء الله تعالی با شما میشه در این هفته نه، در هفته‌های بعدی ان شاء الله سیدیایش بهتون میره، باز میشه شما سلسله نظام سیاسی اسلام. دین در اصطلاح، دین به مجموعه تکالیف اطلاق میگردد. مجموعه از تکالیف است، در اصطلاح میگیریم که مجموعه از تکالیف است که توسط آن بندگان خالقشان را اطاعت میکنند. مجموعه از تکالیف است، یعنی دین مجموعه از تکلیف است. تکلیف برای تشریف است. دین تکلیف است، امتیاز نیست. نماز خواندن یک تکلیف است، وضو کردن تکلیف است، در یخ در زمستان میره یک کس وضو میکنه تکلیف است، وقتی که نماز میخوایی تکلیف است. امی که مثلا نمیاله تو چشتی اینجا چارزانو یعنی خسته میشه تکلیف است، جریان درس تکلیف است. استاد که آمادگی میگیره و درس میترقایش سر میکنه تکلیف است. دعوت تکلیف است، جهاد تکلیف است، از کلول میخوری تکلیف است. اما کسایی که به نام دین در جیب خود دلار میگذارن و پیسه میگیرن و باز دین نمیفهمن. و میگن دین معنایش چی است؟ شعله خوردن است، دین اسقاط گرفتن است، دین پلو خوردن است، دین کباب است، دین میله است، دین ساتیری است. نه خیر، دین تکلیف است. مجموعه از تکالیف است، مجموعه از تکالیف است که توسط آن بندگان خالقشان را اطاعت میکنند. اطاعت خالق با چی هست؟ با اینمی تکالیف است. تو باید اینمی تکلیفا را سر خود قبول بکنی. اینمی تکلیفا را سر خود قبول بکنی تا که تو همی عزت پیدا کنی. تو که تا 4 سال پانتون نخوانی، زحمت نکشی، تو شرف لیسانس میتونی به دست بیاری. مجبور هستی که 4 سال خود در تکلیف بردی شب و روز تا که یک لیسانس بگیری. 80 سال باید با تکلیف زندگی کنی، سختی ها را سر خود تحمل کنی، صبر داشته باشی، حوصله داشته باشی، تقوا داشته باشی، مالت در راه خدا مصرف کنی، جانت در راه خدا
قربان بکنی، پیغمبر وار لط بخوری، دعوتگری که دشنام نشنید، دعوتگری که لط نخورد، دعوتگری که آزار نیافت، دعوتگری که از به خاطر دعوت گریانهایش سر نکرد، مردم سرش پرزا نگفت، باز تو در خط پیغمبر رفته نمیتونی. تو باید تکلیف ببینی در راه دعوت. ما حالا چه قسم دعوت میکنیم؟ شما دیدین یگان تا دعوتگرای سیاست مدار میریم یک 5 کلمه میگیم، کلگی وزیرها خوشحال باشن، رؤسا خوشحال باشن، کلگی باز بیاید دستان بتن، نام خدا چقدر لک صحبت کردیم، وزرای محترم، شخصیت های عالی، شما ما شخصیت های بسیار عالی هستیم. رشوت خوردن، دزدی کردن، وطن فروختن، نه گپایتی تو نمیگی. بسیار لکس خانمایی که سرلوچ هستن، خانمای عزیز دیندار متدین جنتی، خانمایی که قانون منع خشونت از ضد نصوص قرآن تایید میکنه، شما هستین که در جای یک روزم اگه به خاطر الله تکلیف دیدی در صف پیغمبر داخل شدی. خوشا به حال او دعوتگری که به خاطر دعوت مسخره شود، خوشا به حال او دعوتگری که به خاطر دعوت توهین شود. به خاطر دعوت اگر تحقیر شدی، توهین شدی، دشنام شدی، مسخرگی شدی. آیت قرآن اصلا که مجرمین چه قسم تعریف میکنه؟ میگه ان الذين اجرموا ها چی هستن؟ چی عادت دارن مجرمین؟ كانوا من الذين آمنوا، صفت اولشان یضحکون، سر مضحکون، این صفت اول مجرمین. و اذا مروا بهم یتغامزون، یگان روز که مثلا پس مجرم سر مؤمن خنده میکنن. از این خاطر کدام وقتی که سر تو یک چهار تا رفتن سر خنده کردن، سر لباست، سر ریشت، سر خواری اسلامی، پس بفهم که این مجرم است. قرآن بیان کرده. اگر لنگی داشته باشی یا مثلا که لباسای پیرن تنبان باشی و ریش تام است، باز 4 تا کمانوس که تیر میشه، باز یتغامزون من اینو سعیش کن، سعی چه قسم میره باکسش سعی کن. یتغامزون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. وقتی که با دیگه کافرها و بیدینای خود شدن، با سر از این مسلمان فکایی گوری میکنن. فکهین سر مسلمان ها چی میگن؟ مسخرگی و سخنهای خنداور میگن. چهارمی چی هست؟ و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. باز وقتی که ببینیشان باز میگه اینی مردم ها گمراه هستن، اینی مردم ها رو شما سعی کنین. او نزدن چند تا که ببینیشان باز میگه اینی مردم ها گمراه هستن، اینی مردم ها رو شما سعی کنین. او نزدن چند تا جوانا، تو سعی که CD ازی رو سعی کن، تو سعی که جوانا رو سعی کن. او جوانم که پیشش ششته او رو سعی کن. استادش دال و گمراه میگه، شاگرد. چرا ما خفه نمیشیم؟ به هر صورت پس دین در اصطلاح چی است؟ مجموعه از تکالیف است که توسط آن بندگان خالقشان را اطاعت میکنند. از این خاطر به حساب قانونی که وضع شده، چون دین قانون است، قانون الله است که باید در نظام اسلام، در خلافت اسلامی تطبیق شود، از این خاطر شریعت میگن. پس دین شریعت چرا میگن؟ به اعتبار قانونش، چون شریعت به معنای قانون است. به اعتبار که اطاعت میشه از الله، باز این دین میگن. دین به معنای اطاعت است، اطاعت از قانون الله. پس گاهی شریعت میگن به اعتبار قانونش، به اعتبار اطاعتش دین میگن، و به اعتبار تمام تکالیف این ملت میگن. پس برای دین گاهی ملت استعمال میشه، گاهی شریعت استعمال میشه و گاهی دین استعمال. شناخت دین حق. دین حق کدام دین است؟ ان الدین عند الله الاسلام. پس دین حق دین اسلام است.
چرا که الله سبحانه و تعالی میگه که دیگه چیزایی که شما نامایی که سرتان خودتان ماندین این نامای دل خودتان است. اما مسلمان از حضرت بلال وقتی که پرسان کردن گفتن تو بچه کی هستی؟ گفتن انا ابن الاسلام، من پسر اسلام هستم. اسلام دینم است، عقیده‌ام است، راهم است. و الله جل جلاله دیگه چیز نفرستاد. اسلام، یهودیتی، نصرانیتی، محمدیتی، موسویتی، عیسویتی، بودایی، مثلا چطورکایی چیزایی که جور کردن، این کلش چیزایی است که کسای دیگه وقتی که دین حق تغییر دادن، تحریف کردن، اینا ما را سرش ماندن. دین حق که الله فرستاده توحید است، دین اسلام است که کل پیغمبرا از این خاطر آیات قرآن میگه که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. بغیر از اسلام اگر کس راه و روش و دین دیگه را اختیار کرد، گروه دیگه را اختیار کرد، نام دیگه را سر خود اختیار کرد و من فلن یقبل منه و هو و امی انسان فی الاخرتی در آخرت من الخاسرین نقصان کرده. از این خاطر من مسلمان هستم، کتابم قرآن است، رهبرم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر هر مسلمان امیر محکم بگیره والله اتحاد مسلمان ها جور میشه، وحدت مسلمان ها جور میشه، خلافت اسلامی قائم میشه، نظام سیاسی اسلام قائم میشه. لکن ما چی کردیم؟ هر کس والا تو فلان تو چی هستی؟ والا صاحب ما گلبتایی، و دیگه صاحب ما صاحب ماجتی، و دیگه چیز ما صاحب گروه چراغی، نامای سر خود ماندن. ما تو نامایشان نمیگیم باز خفه نشن. مقصد اینمی گروه ها و یا را جور کردن. دوم، اسلام در لغت به معنای استسلام، تسلیمی و انقیاد است. این حال اسلام در لغت به معنای چی است؟ تسلیمی. همین یک کلمه‌ش هم که یاد بگیرید، یک معنایش تسلیمی هست. تسلیمی برای چی هست؟ به قانون الله. پس وقتی که تو میگی که من مسلمان هستم، تو باید به قانون الله، به سیاست نظام الله، به اوامر الله تسلیم باشی. یک نفر هستش نماز نمیخونه. ما در یک صنف نظام اخلاقی اسلام درس میدم. نظام برشان تعریف کردم، باز اخلاق تعریف کردم، باز اسلام تعریف کردم. امی اسلامی که عالم برتان میگم، گفتم اسلام برادرای عزیز به دو معناست. یک معنایش به معنای تسلیمی هست. به چی تسلیم باشی؟ به قانون الله تسلیم باشی. کم تسلیم باشی یا زیاد باشی، الله بر مؤمنان خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، مکمل داخل شد. اونطوری که دست مسلمان است خود چشمم مسلمان نیست، باید کافه مکمل. یا اونطوری است که دین 70 چند بخش داره، پیغمبر سمیع الایمان و بدون و سبون و شعبه، تو بگی که والا یک 50 تاشه قبول دارم، من 25 تاشه قبول. الله میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، مکمل 70 چند مضمون اسلام باید کلش تطبیق بکنیم. خویی شد به معنای تسلیمی. معنای دومش چی است؟ به معنای صلح و آشتی است. از کلمه سلم گرفته شده به معنای چی؟ اول آشتی باید با الله بکنیم. در مثال ما گفتم برادرای عزیز، جنابای محترم، برادرای قند و شیرین و خواره، نماز نمیخوانین و خود مسلمان میگین اشتباه میکنین. کسی که نماز نمیخوانه و میگه که من مسلمان هستم اشتباه میکنه. بی نماز مسلمان نیست. یک نفر که تو خدای جنگی باشه، یعنی اسلام یعنی آشتی. اول آشتی با الله، دوم آشتی با خلق الله. اول آشتی با کی؟ خب الله که 5 وقت گپ میخوای بزنه و تو نمیخوای گپ بزنی، آیا مسلمان است؟ دفعه دیگه در مثال وقتی که من رفتم، یک شاگرد، یک دو سه نفر گفت استاد ما یک سوال داریم. چی سوال داریم؟ گفت استاد اگر یک نفر آل نماز شروع کنه مثلا 2-3 سال یا 4 سال نخوانده، همین قضاییش چطور میشه؟ یعنی
من گفتم خیر زمین هر وقت نماز، مثلا نماز پیشینه که خواندی 4 رکعت فرضم بخوان، 4 رکعت در پولیش فرض قضایی بخوان، باز دیگر 4 رکعت فرض دیگر رو بخوان، باز 4 رکعت هم قضایی بخوان، ان شاء الله در 2 سال 3 سال 4 سال همین قضاییات هم کلش خلاص میشه. هر کدام وقت زیاد داشت یگان جا رفتی که هیچ کس نبود، جای نماز دادم کنجاگی اوار کو تا که دیگه میمونم می خوانده برو قضاییات چیز. یعنی همین سوال از اینا معنای از اینا میداد که همین 3-4 نفر بچه جوانه که نمیفهمیدن، حال فهمیدن که الله آشتی میشن. این نفر در عروسی خود اجازه نمیده که با 4 سخن یک عالم 4 نفره که بیچاره نمیفهمن. در افغانستان باور بکنین در افغانستان هیچ کس ملامت نیست، ما ملامت هستیم، چون ما دین برای مردم درست نرساندیم. با الفاظ شیرینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میرساند، با الفاظ شیرینی که صحابه کرام میرساند، ما کی رساندیم؟ اگر ما دین درست میرساندیم مردم کلی قبول میکرد، لکن چون نمیفهمن. دیروز مکجای رفتم، یک بچه جوان آمد، قاری صاحب طاهر که حتما موتر بود و شاهد است، از مسجد بر آمدیم، یک جای دستاربندی بود، چون ما وقت کم داشتیم اونجا دنیمش گپای خدا خلاص کردم، اجازه خواستم بر آمدم. یک بچه جوان آمد دم دروازه موتر و خودش گفت که استاد والله ما در گروه بابا جانیا بودم و ما بسیار وضعیتم خراب بود، یعنی در کلی نمی مشکلات مبتلا بودم. گفتم یک شب که مثلا در تلویزیون شما صحبت کردین اونمو شب گفت من 100% تغییر کردم، مؤلف فعلا خودش منایس یک دعوتگر مسلمان گفت کسی تا در بین موتر بمانم، خودم موتر دارم و سرویس دارم و عمله دارم و چندین مرتبه توهین شدیم، تحقیر شدیم، لکن کار دیگه نمی‌کنم. اینا ببین او بیچاره با اونم یک کلمه گفت نمیفهمید. این میل بسیاری کسایی که در شرک مبتلا هستند، بسیاری کسایی که در گمراهی مبتلا هستند، یکی خوب رهبرا و کتیش است، طاغوتا ابلیساست که او به خاطر پیسه خیزک میزنه که والا صاحب پیسه است و اگر حال من رای حق بگیرم بازال خب باز پیسه چطور میشن. اما یک تعداد کسای جوانایی که بیچاره کت زنا میرن یا با اخلاص هستن نمیفهمن. این نمیمانه 4 نفره که گپی هم یک عالم بشنوه. اگر یک بشنوه در اون مجلس یا در اون محفل یا در عروسی یا در غیر عروسی یا در جای بشنوه، خصوصا جوانای دیندار که است، اکثرا کسایی که ما دیدیم این فوراً 180 درجه چی کرده؟ تغییر کرده. خاطر بیچاره نمیفهمید. وقتی که همین حق فهمیده او خود در جستجوی حق است. او فکر میکنه که اینمی سجده کردن به این مردکه این مخلوق همین دین است دیگه، اینمی دین است. او فکر میکنه والا به این مخلوق سجده میکنم یا ملاقات میرم یا تو کچ خدا میرم، اینمی دین است. اما وقتی که دین به شکل درست فهمید فوراً اون اعلام میکنه نه هیچ کس نمیخواد در دوزخ بره. اما بسیاری کسا به نافهمی به دوزخ میرن، نمیفهمه را غلط کرده، چون یک روز حلقه عقیده و درس عقیده نشسته و حتی امو کسی که تجار است او باز برش میگه که وش کده درس از این استاد نشینیم. این کسی که میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، این خود گپ وهابی است. این کسی که از آیات گپ میزنه و از حدیث گپ میزنه و از ترجمه قرآن گپ میزنه او وهابی است. اگه وهابی نشی چی باید بگویی؟ هیچ وقتی که خیستی برای مردم که او برادر یک دانه پاچا بود، یک دانه کنیز بود، باز کنیز آمده تو کرده، باز پاچا او طرف رفته، باز کنیز عاشق شده، باز پاچا بیمار شده، باز دل کنیز اوگار شده، باز پاچا نه چه عالمه، نه قرآن خوان کتاب خوان، نه پروفسور. اما گفتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ایمان 5 چیز داره. این وهابی است. یعنی سعی که این کلمه‌شان ای پیغمبر خدا را دشنام می. چرا که باز به نظر اگه بگه که وهابی خوب آدم است، مسلمان است، دیندار است، نسبتش به وهاب شده، وهاب صفت الله هست. وهابی یعنی کسی که مثل که رحمانی، رحیمی، محمد چیز این تخلصا هست، این هم وهابی. میگه نه منظور از وهابی چی است؟ میگه منظور از وهابی یعنی کافر است. پس کسی که حدیث میخونه او چی است؟ کافر است. این که عادی گپ از این خود در آخر زمان چی میگه؟ میگه در آخر زمان خطرش دمی است که یک نفر صبح مسلمان میباشه، شب که در خانه میذاره بسنه کافر. شب خوب مسلمان خواب کرده، صبح که خسته کافر است. چرا؟ یک عالم حدیث پیغمبر میگه یا آیت قرآن تشریح میکنه گفته وهابی است. و این وقتی که گفت او توی حدیث میگی تو اهل حدیث هستی، تو وهابی هستی.
پس این در حقیقت پیغمبر خدا را دشنام داده و کسی که پیغمبر را دشنام میده مرتد است. و بعضی از علما میگه این کسی که پیغمبر را دشنام میده باز مرتد است که حتی توبهش هم قبول نمیشه. اینا شما خودتان فکر کنید که چی میشه. پس دومی معنای اسلام چی شد؟ صلح و آشتی شد. آشتی با کی؟ اول با الله، دوم با خلق الله، مخلوقات الله. باید که درخت آشتی باشی، در شاب بیتی، که حیوان آشتی باشی، سر حیوان ظلم نکنی. انسان که اشرف المخلوقات است که تیزی خوب باید بیخی آشتی باشی. همیشه باید برای بغلت دستت سلام علیکم مانده نباشه، خوب است جور اولادا نواسا کلی خوب است. همیشه در آشتی زندگی. از این خاطر وقتی که تیر میشیم در قریه که داخل میشه سلام چیه؟ سلام کلمه آشتی هست. دیگه السلام علیکم. در قریه داخل شد 4 نفر در پیش دکانش چا صورت لخ 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 سلام میکنه. کمی گفتش السلام علیکم. میگه او علیکم السلام. خوبی جوری بیا اینجا یک کیلو چای نان. میگه بعد از تشکر. ببین سلام کلمه چی است؟ اصل میره شده. هم اسلام به معنای آشتی است و هم سلام به معنای آشتی. پس این اسلام پیغمبر صلی الله علیه و در اصطلاح چه قسم تعریف میشه اسلام؟ خود رسول اکرم صلی الله علیه و تعریف کرده. گفته که اسلام چی هست؟ اول الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله. پیغمبر صلی الله علیه و در اصطلاح اسلام چی است؟ که شهادت بدی که لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. پس اسلام در اصطلاحی است که تو شهادت بدی که نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود بغیر از الله و محمد صلی الله علیه و رسول الله هست و نماز بخوانی و زکات بدی و روزی ماه مبارک رمضان هم بگیری و اگر توانایی داشتی حج بیت الله شریف هم بکنی. پس بهترین تعریف اسلام همین تعریف است که رسول اکرم صلی الله علیه و کرده. دیگه عنوان مایی است که اسلام دین تمامی پیغمبران هست. یعنی تمام پیغمبران شما در قرآن بخوانین، در کل آیات قرآن که درباره پیغمبران صحبت شده دین پیغمبران اسلام است. ما کان ابراهیم و یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم علیه السلام نه یهودی بود نه نصرانی، قرآن میگه مسلمان بود.